سلام دوستان، من حسین میرزایی هستم، مربی و آنالیزور فوتبال. خوشحالم که دوباره مهمان لحظات فوتبالی شما هستم. امروز قراره بریم سراغ تحلیل دقیقی از بازی حساس دیشب، جایی که تیم ملی کشورمون ایران در ورزشگاه لوسیل دوحه به مصاف قطر رفت. دیداری در چارچوب مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2026. قبل از هر چیزی اگه به آنالیزهای فوتبال علاقه دارید، لایک این ویدیو فراموش نشه و اگه هنوز سابسکرایب نکردی حتما همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن که کلی آنالیز ویژه در راه داریم. تو این بازی ایران اون تیم همیشگی نبود. نه از اون صلابت همیشگی خبری بود، نه انگیزه‌ای که انتظار میرفت. بازیکنان ما انگار نه برای افتخار ملی بلکه برای واگذاری بازی به میزبان وارد زمین شده بودند. در حالی که میتونستیم با یک برد نه تنها جایگاه اول رنکینگ آسیا را پس بگیریم بلکه روحیه تیم رو برای ادامه مسیر بالا ببریم. باخت تلخی رقم خورد. اما تیر خلاص اشتباه عجیب علیرضا بیرانوند بود. روی یک ارسال نسبتا ساده نتونست مدیریت لازم رو داشته باشه و از زاویه بسته با یک ضربه آرام دروازه‌اش باز شد. اونم در آخرین لحظات نیمه اول بازی. یکم برگردیم عقب. بریم به سیستم دفاعی ایران. دفاع ایرانی که در زمان کارلوس کیروش یکی از ابرقدرت‌ها نه تنها در آسیا بلکه در جهان بود. ولی در این بازی ایران موقعی که توپ را از دست میداد با خاطر پرس ناقص و البته بعد از اخراج شدن میلاد محمدی دیگر توان لازم برای پرس را داشتیم و در زمین خودمان در لاو بلاک ها مشغول دفاع بودیم. اما چه لاو بلاک؟ خط دفاعی بیش از حد عقب نشسته بود و هیچ فشاری روی هافک‌های خلاق قطر وارد نمیشد. قطری‌ها با پاس‌های کوتاه، سریع و ترکیبی به راحتی ساختار دفاعی را میشکستند و مدام به پشت دفاع ما نفوذ می‌کردند. دفاع کناری ایران عملکرد بسیار ضعیفی داشتند و بارها در موقعیت 2-1 قرار می‌گرفتند و اجازه ارسال خطرناک به وینگرهای قطر داده بودند. اما فاجعه واقعی بین فول بک ها و سنتر بک ها، یعنی دفاعی کنار و دفاعی آخر ما بود که بارها و بارها توپ ها به اونجا ارسال میشد و تیم های قطر از این ارسال استفاده میکرد و ضربات سر بچگانه خط دفاعی ما که واقعا میشه گفت وحشتناک بود و آقای شجاع خلیلزاده و عارف آقاسی بارها رو توپ‌های ارسالی مثل یک مدافع بی تجربه در سن نوجوانان عمل میکردن که توی کلیپ هم داریم میبینید که بارها این اتفاق انجام شد. و البته از حق نگذریم سرعت پایین آقای شجاع خلیلزاده کار را برای ایران سخت کرده بود. در مقابل یک مهاجمی که پا به سن گذاشته بود، آقای اکرم عفیف بارها در کورس رقابت و استارت‌های انفجاری جا میموند که وای با حالمون در جام جهانی جلوی ابرقدرت‌هایی مثل اسپانیا، فرانسه، پرتغال، آلمان و حتی تیم‌های آمریکای جنوبی ما میتونیم به مشکل بسیار بزرگی بخوریم با این خط دفاعی که بازی با قطر داخل زمین گذاشته بودند. ایران در فاز تهاجمی تقریباً هیچ ایده‌ای نداشت. نبود خلاقیت در خط میانی، فقدان هافک‌های رونده و خلاق و ضعف شدید در خلق موقعیت باعث شد تا خط حمله ما کاملا خنثی باشد و فقط برنامه روی پرتاب‌های بلند و ضربات شروع مجدد و ایستگاهی داشته باشد. البته باز هم میگم اخراج میلاد محمدی بی‌دلیل نبود. ولی نه خبری از بیلدآپ منسجم بود، نه حتی پاس‌های عمقی موثر. حرکت توپ کند، پاس‌ها بدون دقت و هرج و مرج در فاز انتقال کار را برای رسیدن به گل غیر ممکن کرده بود. قطر با یک بلاک میانی خوب بدون دردسر حملات ما را کنترل می‌کرد و نکته نگران کننده اینه اگر در برابر قطر با این همه ایراد زمینگیر شدیم، وای با حال روزی که بخوایم جلو تیم‌های آماده تری مثل ژاپن یا کره جنوبی یا در جام جهانی بازی کنیم. در روزی که ایران با مصدومیت زیادی مواجه شده بود و آقای قلعه‌نویی به قول خودش میخواست جوانگرایی کنه، این سیستم را روانه بازی کرد. ولی سوال ما اینه که آقای شجاع خلیلزاده، آقای بیرانوند، صالح هردانی، حتی علی پور، مهدی طارمی، سامان قدوس، سعید عزت‌اللهی و در نیمه دوم روزبه چشمی که به ترکیب تیم اضافه شدن کدوم جوانگرایی انجام شد؟ آیا ما با علی پور میتونیم در جام جهانی 2026 نتایج خوبی بگیریم؟ در جام جهانی که تیم‌ها با بالاترین آمادگی وارد زمین میشن و حتی در شبی که تیم ملی ما به قطر باخت
چند ساعت بعدش بازی تیم‌های اسپانیا و فرانسه در نیمه نهایی لیگ اروپا بود. بازی که سراسر هیجان، خلق موقعیت، پر از خلاقیت و با سرعت‌های انفجاری در فازهای انتقال‌های مختلف و استارت‌های آماده بازیکنان بودند. آیا ایران میتونه مقابل اونا رقابت کنه؟ آیا ایران با همین نیمکت وارد مسابقات میشه؟ آیا امیر قلعه‌نویی میتونه تیم ملی ایران رو در جام جهانی سربلند کنه؟ خیلی ها معتقدن که امیر قلعه‌نویی حتی برای لیگ برتر ایران دیگه توانایی انجام یه سری نکات تاکتیک‌ها رو نداره. وای با حال تیم ملیش و جام جهانیش. نظر با شما. ما فقط یه نقد کوچیک و یه آنالیز کوچیکی در این بازی داشتیم. اگر با این آنالیز موافق بودی یا حتی اگر مخالفی حتما توی نظرها کامنت کن. یادت نره اگر به آنالیز فوتبال علاقه داری لایک کن، سابسکرایب یادت نره و زنگوله هم بزن که ویدیوی بعدی رو از دست ندی. تا ویدیو بعدی، بدرود.